سر یک نقطه که جزء عقیده است، ولا و برا. وقتی مؤمن شدی با کافر مکمل دشمنی را اعلان بکو، دوستی را با مسلمان اعلان بکو، معنای ولا و برا را بدان. به الله قسم اگر 100 حج بکنی، 1000 قربانی بکنی، هر روز نماز بخوانی، که وقتی محبت با یهود و نصارا داشتی، اگر محبت با یهود و نصارا داشتی، به الله قسم اگر جنت بروی ببین. اینا بدانی جز ایمانیت است. امروز کجاست؟ این ملت کجا سرگردان است؟ سردمدارای ممالک اسلامی دنبال روی کفار است. با اتحاد کفار یک جا میشه. به مای بزرگ سر افراد مظلوم و بیچاره، اطفال و زنا ریختانده میشه. ببینید شما به چشم سر نمیبینی، خب مشاهده نمیکنه. بازم خود حق میده که انتقاد سری مسلمان بکنه، بازم خود حق بری خود میده که از واب بدگویی بکنه. خیلی خوب، بازورم به تقلید رسانه های دشمن، رسانه هایی که به جز از اخباری واژگون و غلط و معرفی کردن چهره اسلام به مردم به غلطی او را معرفی میکنه. تو دنبال از او روان هستی، قضا و فیصله را اینجا کرده رایستی. چی گپ است؟ لااقل توقف خو بکن، لااقل همین قدر بگو که من از اینجا تا اونجا فیصله نمیتونم. الله میدانه. یک دعا خو کرده میتونیم که یا الله هر کسی که قدمه به خاطر قیام عدالت و قیام ثمره و شجره توحید در سر زمین تو در پای خدا بلند میکنه، الله نصرتش بکن، الله کامیاب کشه. همین قدر دعا خو میتونی، همین قدر گفته خو میتونی. به الله قسم پیش الله رفته نیستیم. الله متعال بر ما میگه لقد كان لكم اسوه حسنه في ابراهیم والذین آمنوا معه. الله بر ما یاد میکنه، بر ما میگه بر شما نمونه الگو موجود است. کسی که قابل اقتداست، اهلیت اقتدار داره، او موجود است. شما از او اقتدا و پیروی بکنه. امرای ابراهیم علیه السلام و کسی که ایمان قطعشان است چی گفتن؟ و اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. ابراهیم علیه السلام بعد از شناخت توحید ولا و برا را میشناسه، مقاطعه اعلان میکنه، به مردم میگه. در آن وقتی که به قوم خود اعلان میکنه انا براء منکم تعبدون من دون الله، ما بیزاری را اعلان کرده نیستیم، مقاطعه میکنیم از خودتان و از آن چیزی که شما عبادت میکنه. نظام طاغوت، نظام دموکراسی الحاد است یا نه؟ در مقابل دین اسلام هست یا نه؟ چرا مردم همو قسم روان است؟ چرا تسلیم میکنه؟ چرا؟ این روزهای سرنوشت ساز است. روزی است که ما درس بگیریم از نمونه واقعی که الله ما را انتخاب کرده، او را برای اقتدا برای ما که مقتدای ما باشه. این جاعلک للناس امام ماست. ابراهیم علیه السلام مقاطعه را اعلان کرده. موضوع ما امیسته که ولا و برا جز ایمان است. این را دقیق شویم، ارزیابی کنیم، نواقض اسلام بدانیم که ایمان ما توسط چی میده میشه، بدانیم سیاست استعمار و کفری را امروز درک بکنه که از کدام نقطه چه قسم شکار میکنه.